اکی بران، آیا باری هم فکر نکرده ای که زنهای نیم برهنه را به نمایش برآوردن گناهی کبیره است و چون این نفر در لعنت الله گرفتار می شود؟ آیا میدانی که با این کارت به حیایی را در بین مسلمان ها پهن میکنی که خداوند چون این نفران را در قرآن به عذاب درناک در دنیا و آخرت وعده کرده است؟ این کاری که میکنی ضررش تنها به خودت نمیرسه، بلکه به هر یک مسلمان ضررش میرسه، زیرا چنین نوارهای شیطانی شما تأثیری بدی خودش در مسلمان ها میگذاره و سببگاری اون شما و امثال شما هستی. شما معاونان و مددگاران شیطان هستی. شما جوانان را فاسد کرده و دختران را به بی‌حیایی کشیده. خداوند در قرآن میفرماید که شما یکدیگرتان به کار گناه یاری ندهید، اما شما با این کارتان مردم را به انجام گناه یاری میدهید. خداوند در قرآن به مردان و زنان حکم میکند که چشمهایشان را از دیدن چیزهای حرام نگه دارند، اما شما همان چیزهای حرام را برای میلیون ها مرد و زن مسلمان به نمایش میگذاره. شما رابطه حرام یک مرد و زن به نمایش گذاشته زنا و فحشا را رکلام میکنید. اکی بران، از الله بترس، با آتش بازی داری تو، روز قیامت سخت پشیمان میشوی.